امروز روز 7 آگوست هستش. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران در 13 شهر دنیا فراخوان اعتراضات به حمایت از زندانیان سیاسی در ایران. در حال حاضر مشخصاً 7 زندانی سیاسی در معرض خطر اعدام هستند. 17 نفر از زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کردند که 3 نفرشون اعتصاب غذای خشک کردند. اینجا ما جمع شدیم که حمایت مردم رو در لندن انگلستان جلب بکنیم برای زندانیان سیاسی. تومارهایی داریم که گذاشتیم امضا بکنن، علیرغم اینکه بارون هستش هنوز اینجا وایسادیم و به زبان انگلیسی مرتباً سخنرانی شده اینجا در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و حمایت از اونها و خانواده‌هاشون در ایران. در رابطه با کیس‌های مشخصی گفتیم وضعیتشون چی هستش، خانواده‌هاشون مورد ضرب و شتم قرار بگیره و این یکی از کارهایی هستش که فعال شدیم برای اینکه مردم در سطح دنیا حمایتشون هرچه بیشتر برای زندانیان سیاسی جلب بشه. همینطور از همه خواستیم بخوان از دولت انگلستان که سفارت جمهوری اسلامی رو تعطیل کنه.